دروغ میگن. دروغ میگن. همه مورخین تو دیباچه کتابشون نویسن که من بر اساس یافته‌های تاریخی، من بر اساس مجموعه‌ای از اسناد و مدارک تاریخی، من سعی کردم بی‌طرفانه و علمی کار بکنم و دروغ میگن. دروغ میگن. حتی صادق زیباکلام رئیس دروغگوها هستش. میدونی چرا؟ واسه اینکه مورخ هم مثل احمد غلامی، مثل صادق زیباکلام، مورخ هم گوشت و پوست و عصب و مورخ هم دوست داره. مورخ هم یک کسی بعدش میاد، یک کسی خوشش میاد. میدونی ببینید مورخ حتی عالم ترین، حتی فاضل ترینشون مثل خانمی میمونه که صبح ساعت 8 نیم زنبیلش گرفته دستش داره میره سوپرمارکت خرید، اینو ور میداره اونو ور میداره اونو ور میداره